ما امروز در چاره‌بینی صدرالدین عینی استاد هستیم. در خاندانشان اشتراک داریم. با همراهی فرزندان مهرشاد جان یک شعر استاد را خواندیم. در آینده با ایجادات استاد حرکت میکنیم که زیادتر آهنگا کنیم با همراهی فرزندان، با همراهی پسرم. در سمرقند همین خیلی چاره‌بینی ها بسیار میشد. ما البته آمده اشتراک میکنیم با سرودهای تاجیکی، با سرودهای استادان دل مردم را شاد میگردانیم. بیایید ای رفیقان درس خوانیم و بیکاری و نادانی نمانیم. بیایید ای رفیقان درس خوانیم و بیکاری و نادانی نمانیم. در عالم هر کس بیکار گردد و چشم اهل عالم خار گردد. در عالم هر کس بیکار گردد و چشم اهل عالم خار گردد. بیایید ای رفیقان درس خوانیم و بیکاری و نادانی نمانیم. بیایید ای رفیقان درس خوانیم و بیکاری و نادانی